مؤسسات طاغوتیان داخل شد، به این مدل به این میکنه که فإنه منهم یزمو آن آزان هست. اگه یهودی بود یهودی میشه، نصرانی میشه. پیامبر در حدیث میگه من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. حدیث مسلم روایت میکنه. پیامبر میگه کسی میگه فوت که و هو در حالی که میدانست که غیر از الله جل کسی مستحق عبادت نیست، داخل به جنت داخل. ببین نری داخل جنت خدا آسان است. ما تنها بفهمیم دیگه هر کار کنیم کلش از بین ببریم خلاص. پس مراد از علم در این چیز در حدیث پیامبر مراد از علم این است که انسان باید چی کنه؟ از این علم خود چی کنه؟ دیگه باید عمل کنه. دلیل ببینید که پیامبر صلی الله علیه و آله جندب بن عبدالله روایت است که كنا مع النبي صلى الله عليه ونحن فتيان. میگه ما پیامبر صلی الله علیه و آله ما میگه نوجوانا بودیم. فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن. میگه ما اول میگه ایمان آموختیم قبل از اینکه قرآن رو بیاموزیم. بس میگه ثم تعلمنا القرآن، سپس میگه قرآن آموختیم فازدادنا به ایمان و ایمان خود میگه وجود. افزایش ایمان دارد به این میکنه که انسان عمل باید کنه. علما میگه که دین النبی صلی الله علیه و توحید، دین پیامبر صلی الله علیه و میگه توحید است. شناختی است که لا اله الا محمد رسول الله. العمل چی معنی؟ العمل مقتضاها، به این معنی که چیزی که نمی کلمه تقاضا میکنه باید تو به این عمل کنی. این نمیکنه علم نمیست. علم به این معنی که تو باید به قرآن باید چی کنی؟ باید عمل کنی. در قرآن کریم هر عالمی که مدح شده و عالم است که به علم خود عمل کرده. عالمی که به علم خود عمل نکرده در یک جای خدا اون رو سگ و در یک جای خر گفتش. مثلا کمثل الکلب، مثلا کمثل حمار یحمل اصفار، در یک جای بروز سگ و در یک جای خر. بس علمی که در قرآن مقصود است علم است که با عمل مقرون با عمل میشه باید باشه. علم چی است؟ علمی که با عمل میشه مقرون باشه. از این خاطر ایده مشما داشته باشید که انما مطلقاً چی است؟ عالم سور سرش اطلاق بکنید یا عالم سو بگیش یا صرف به لفظ بسیار حقیرانه باید باشه. و عالم نیست در حقیقت. این گفتن میشه به نام عالم سو. عالم چی است؟ عالم سو حقیقت در حقیقت. کسی که به علم خود عمل نکنه. ما شما عالم سو کی رو بگیم؟ کسی که به علم خود عمل نکنه. کسی به علم عمل نکنه عالم سو. از این خاطر بین ما شما مثلا بعضی القاب است، فلانی بسیار محدث است، فلانی مفسر است، فلانی خب چی کردی که مفسر بود خودش سوال خانه خونه دزنه. یا کسی که جبینش به خاطر پیشانیش به خاطر اسلام چملک نشده، منکرات دیدنه امر ناشایسته دیده. بود ما صدقون خالم گفتن همش هر کسی معرفت داره مش نکسر میفهمه. بود خالم ما گفتم الان کسر نه ما در میدان دعوت باید باشه، در میدان جهاد باید باشه، از الله و رسولش دفاع باید کنه. منکرات رک میره، منکراتش باید کنه. چملک شریف چملکی باید بیاری. مثلا ما شما در کشور مثلا زندگی کنیم در فساد منتشر است. مطلقاً ما به زبان خود عام نمیاریم. و دلت به این میکنه که ما تمام از ما معرفت صرف شناخت داریم با این مسائل شناخت داریم. از اون خاطر در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگه پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که خفا میشد که یک امر ناشایسته رو میدید که اون مخالف شرع باشه. مطلقاً تو رنگ پیامبر صلی الله علیه و آله تغییر میده. این دلالت به منتهای ایمان در انسان میده. یعنی ایمان انسان باید قدر اساس باشه که هر امر منکر رو ببینی ولو هر قدر کوچک باشه. انسان واکنش باید مناسب و سریع باید در اون وقت باید چه انسان باید اسپش باید صادر شه. واکنش اقسام مختلف وقت میگه کلمات در چهره باید تغییر باید. از این خاطر ما شما پیامبر صلی الله علیه و آله میگه وقت آمده نیست که امر خوب بد میشه بد خوب. مثلا میگم مثال در موسیقی چیزی بسیار خوب برای مردم شده. مظاهر مثلا بیرون میشه زنا سرلو چیه باز. این چیز بسیار عادی برای مردم. مطلقاً کسی شده باید باشه کسی رو باید زن سر بکنه. بسیار مظاهر مثلا تطبیق غیر سنتی تراژدی دیشی گپ مطلقاً چیز عادی مردم. این باز وظیفه علما است که خود دعوتگر میگه وظیفه باید میدان داخل شه و از این منکرات باید جلوگیری کنه. اگر امر معروف منکر نباشه خود جامعه کلی خراب شد. این فساد مطلق فلان است. پس علم همی است که باید به او عمل باید صورت. چهارم صدق و اخلاص. پیامبر در حدیث میگه ما من احد یشهد لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صدقا قلبه الا حرم الله علیه النار. حرمه الله علی النار. حدیث بخاری است. کسی که میگه گواهی بده که لا اله الا الله و محمد رسول الله از قلب خود که دی بسیار صادق و مخلص باشه الله عز و جل چی میکنه؟ جهنم سر از حرام میکنه. ویرو جنت داخل میشه. پس دیگه که شروط کاملا میبینه. اول اقرار است، کفر به طاغوت، کفر به طاغوت است اقرار میکنی، باز کفر به طاغوت. سوم میگه است که عمل به علم است. نه چهارم صدق اخلاص. صدق اخلاص انسان باید داشته باشه. از این خاطر خدا میگه که فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احد. کسی که لقای پروردگار خدا رضا داره که در جنت با او ملاقات میشه او باید چی کنه که فلیعمل عملا صالحا، عمل شایسته باید انجام بده ولا یشرک بعبادة ربه احد. و در عبادت پروردگار خود کسی را شریک نکنه. چون الله عز و جل شرک هیچ وقت مورد آموزش قرار و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اونا میگن نشون میگه خدا را پرستش کنن که مخلص باشن. از این خاطر علما میگن که شرط قبولی یک عمل که دو چیز است.
یکی اخلاص است، یکی مطابقت پیامبر صلی الله علیه و سلم. مثل این یک پرنده واره، یک پرنده دو بال داره، با دو بال خود ماشه میتونه پرواز کنه. یک بالش قطع کردی از پرواز میمونه، دو بالش قطع کردی بهش پرواز کردن نمیتونه. این دو بال همیشه باید میشه باشه. هر عمل انسان که عمل انسان اگر میخواد قبولش هم پیش الله عزوجل دو شرط دوزه، یکی اخلاص دو شرط بگیر از قلب انسان. پس تصدیق قلبی یک چیز حتمی است. تو باید اول تصدیق بالقلب لازم کنی، با زبان بخوای کنی. یعنی بعضی کسا میگن تمام زبان اقرار با زبان کافی است، اقرار با زبان مطلقاً کافی نیست. اقرار با زبان به این کافی است که اعمال اسلام انجام میدی، تو از شمشیر اسلام تو نجات میده. خود خدا تو منافق هستی، کسی که دست قلب تصدیق نداره مخلص نباشه به اسلام، نه زبان خود به خاطر موتی کار کنه، این برش مطلقاً چی نیست، مفید نیست. پیش الله عز وجل منافق است، کافر است. و کفار في الدرك الاسفل من النار، بدترین جایی در پایین‌ترین تحت‌ترین جای در دوزخ هستند. پس این دو چیز ما شما لازم ملزوم است. تصدیق بالقلب میکنه اقرار با زبان، و مسائل دیگه که ما شما واضح گرفته میریم که علم است که مربوط به عمل. صدق اخلاص انسان باید داشته باشه. شرط پنجمی است که انسان باید یقین به این معنی که انسان باید شک نداشته باشه. هر نوع شک در کلمه الله باید انسان باید منتفی باید باشه. یعنی به این معنی که انسان باید اعتقاد جازم باید داشته باشه. قرآن پیامبر صلی الله علیه و میگه من یشهد لا اله الا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. کسی که بگه گواهی بده که لا اله الا الله و در قلب خود مطلقاً یقین کامل داره، پیامبر صلی الله علیه و میگه میگوره با جنت مجده هر کسی که این کار. یقین چی معنی یقین؟ کل علم شما که میگن یقین تنها معنی نیست که یقین علم میگه با این کل معنی هم تو زبان و لغت است. این کلش باید منجر به عمل باشه. عمل حتما باید باشه. ما چی فهم که قلبت یقین قلب مثلا یک نفر مطلقاً عمل نمیکنه، دلال به این میکنه که مسلمان است. حتما این باید ثابت بسازی. یقین باید داشته باشه. یعنی یقینی که تبلیغات شروع کردن برادر تبلیغی یا یگان تا برادر کلش میگن که یقین این اصل یقین نمیدونم که یقین 80 سال شده که از یقین ما خو ندید دوستی با خاطر خدا شد، نه حکم اسلامی دی تطبیق هیچ چیز، کل منکرات مطلقاً بر مردم منتشر شد. ما باید یقین اصل یقین نمی است. یقین به این معنی که انسان یقینه که انسان منجر به که انسان عمل شایسته انجام بده که این کلمه در زندگی تطبیق کنه. ما تجربه این میکنیم در کشور اصل سرچشمه خراب است. ما شروع کردیم که نماز مردم اصلاح کنیم. یک نفر مطلقاً از نگاه توحید مشکل داره، در نسک، در شرک، در حکم کلش مشرک است مطلقاً. ما چی که ما والا رو بگیم تو برو خوب روزه بگی، خوب حج خوب نماز گفا. بسیار مردم از حج میکنن نماز گفا وقتی که بمیست شما آدمی چی بریم در نمی محکمه کنن به نام عدالت میکنن در حد ظلم است. بونی مثال داریم که اکثری شاور است. ببین در اینجا بسیار نمازی است، مردم نماز میخوانه، شاید بسیار مردم اون حج هم برادر میجه اون کریما میخوان، تسبیح دارن، تبلیغ هم شاید بسیار تنظیم هستن این باشن. و کل چیز وقتی برین اون کل قانون انگریز تطبیق کردن. حالا من به چیزا رو دارم که بگم که 100 دفعه الله هیچ میلیون دفعه بگم که تمام ده سبحان الله ورش مفید میشه که اصل از این خراب است، ریشه نداره، بی ریشه است. اصلا این مشکلش باید حل کنی. ما کلانتری مشکل اکثر تنظیم اسلامی است که ما اکثر مردم شروع کردیم از گردیش و شکم گپاش داریم میکنیم. این نفر سرت نداره، سرش مطلقاً مشکل داره. ما از پای شروع کردیم، دستش شروع کردیم، گیر جور کنیم. انسان باید همیشه باید تهدابی کارش تهدابی باید باشه. اگه تهدابی نباشه ببینید اسلام است که ما در خانم گرفته میشیم همسایه مکس الایمان نشان نمیده. این اسلام است که تمام یک نظام در افغانستان سقوط کرده، این مطلقاً مردم مکس الایمان نشان نداده. خیلی فوجی چی به چی است بنام فوجیات میشه، فوج کل بقادر مر بکشه. اسلام مورد استهزاء قرار نمیگیره، در امریکا رفته میشه میگه باید اسلام یهودیت هیچ فرق نیست. یک نفر پیدا نمیشه که به پیشاری خودم جمله‌ای بره تو دیگه گذاشته که اسلام یهودیت فرق نیست. فساد اخلاقی به کجا رسید؟ اما به اسم که این اصلا خود به می است که شما اسلام درست فهم درست نداشتید. یقین یقین از خود تعریف دیگه. یقین به این معنی که حتی تحریف باید قرآن کریم صورت میگیره. بس آن میگن که جای دو عمل کنن فی سبیل الله، جهاد به عمل نفس چیز یک بای که میگه از این دو عمل برین نمی جهاد بالمفرد، در این جهاد بالمال نفسی مد میدان جنگ قتال است، بدون کشته شوی. دیگه خدای آیات است. خیر است این مگه دعوت این خودم که بعد نیست کار کنی. کوشش نکنین که آیات استفاده درست و غلط مثلا. حالا در افغانستان مثلا مردم از مگه ما سنما در پانتون کابل تدریس میکنم مضمون ثقافت میگه جهاد است. هیچ قسم جهاد است. جهاد از زیر چی نظام اسلامی تغذیه از نظام طاغوتی میگه تغذیه میشه، در مدارس اشتراک میکنه، نمیشه کفر گفته میشه تو آرام مینشینی دیگه کجا تو اسلام رو با کجا مان باز ما جهاد میکنه. از وقت انسان میگه که جرأت بشه، انسان همیشه باید باشه که وقتی که جهاد نمیکنه خواهد کوشش نکنه بچسبونه در جهاد. کلان خطرناکترین قضیه که ما در طول تاریخ است، تاریخ اسلامی که ما کلانترین چیزی که بار آمده نمی است که برای عمل بد خود انسان تبریر پیدا کنه از خدا.
یک کار بد کردی باز بگرد به قرآن کریم اینی آیت برای چرا این خود کلامدنی خطرناک قضیه است با انسان کافر میشه به چیز تو اگه میتونی منافقین نیست صفات کنه میشه ما مصلح است نه لکن مفسد نمینا بودن از این خاطر انسان داشته باشه که به خاطر عمل بد خود انسان جرأت داشته باشه من این کار بد کردم اما نه که پشت قرآن سنت بگرد بخواد بر دلیل پیدا کنه من دلیل می کار به این خاطر کردم به این خاطر کردم به این خاطر کردم مثلا من دزدی میکنم میگه والا من نه اجتهاد کردم دزدیم اجتهاد شد الله عزوجل خودش شرط ششمی است که بسیار شرط مهم است که العمل بها عمل به می کلمه چرا به خاطر که عمل به این کلمه دلالت به این میکنه که هدف از آفرینش انسان چیست عبادت حتما باید او عمل باید باشه در غیر از عبادت آفرینش کجاست هدف از آفرینش این به قرآن چی میگه ما یان امر کردیم که مخلصانه الله عزوجل میگه عبادت کنه و یقیم الصلاه و نماز برپا کنه و یؤتوا الزکات زکات ادا کنه این دلالت به چی میکنه به عمل میکنه خود نمیکنه بود واشتنی بود عبادت طاغوت عبادت طاغوت اجتناب عبادت طاغوت میگه تو باید عمل کنی عمل بیمس ما شما گفتیم در قلب بد میبریم در زبان اظهار میکنیم با شمشیر امراج میجنگیم خود از این عمل است پیامبر مثلا برای ما مطلقاً چی کرده؟ این برای ما ثابت ساخت از جمله مسائل